حاجی ساعت 7:40 است، 7:40 غروب است. دارم از سر کار برمیگردم خونه. سرویس الان منو پیاده کرد. می‌دونی چی میخوام بهت بگم؟ نه اینکه کارم سخت باشه زیاد باشه، ولی انقدر فکرم درگیر این قیمت و طلا و دلار و گاییده شدن زندگیم بود. همینجوری کیفم برداشتم رفتم سمت سرویس. همینجوری تو فکر و خیال بودم خدا خواهرشو باید چجوری زندگی کنم، چجوری زندگیمو جمع کنم، چجوری زندگی بسازم. من وقتی نمیتونم خودمو جمع کنم چجوری میخوام یه دختر رو بیارم تو زندگیم پس اونم بر بیام. همینجوری رفتم سمت سرویس. یا هم به خودم اومدم دیدم من کاپشنم که صبح باش اومدم و نپوشیدم، لباسم رو عوض نکردم. با لباس کار نگاه، با لباس کار پا شدم اومدم تو سرویس. همینجا الان دارم یخ میزنم تا برسم خونه. آره یعنی انقدر فکر و خیال کردم که لباس پوشیدن، لباس عوض کردن یادم نبود. فقط داشتم به این چیزا فکر میکردم. آره آجی اگه فکر میکنید فقط شما تو شرایط سختید، کاملا در اشتباهید. هممون داریم گاییده میشیم هر کی به نحوی. ولی باز اگه من دارم ادامه میدم فلا اینا، چون من بعضی شبات تا ساعت 10 سر کارم به قرآن. اگه میبینی هنوز دارم ادامه میدم، صبح ساعت 6 میرم، صبح ساعت 5 صبح بیدار میشم، ساعت 8-10 میام خونه، فقط به خاطر اینه که امیدم به خداست. من خیلی وقت از این دولت و مردمش بریدم، توکلم فقط دنبالای ایشالله خدا برای همون بسازه. ناامید نباشید.